امروز چقدر دشمنان بین من و شما جنگهای فامیلی و خانوادگی و قومی و نژادی و منطقوی را ایجاد کردن و به نامهای مختلف، ولی در کعبه معظمه و مشرفه میبینیم عرب و عجم، سیاه و سفید، ترک و تاجیک، همه خلاصه با اقوامهای مختلف، لسانهای مختلف، همه با چی محبته، لسان همدیگر را نمیدانن، با همدیگر مصافحه میکنن، همدیگر را به آغوش میگیرن. سیاه هست، از افریقا هست، فقیر هست، ولی او را انسان به آغوش میگیره، میبویه و میبوسه که قرآن من و تو را برادر خوانده. این پیام را میدهد که ای مسلمان ها، همه شما برادر هستید. ببینید سرزمین حرمین شریفین را، وقتی انسان به آنجا داخل می شود یاد انسان می آید که به راستی بلال از حبشه، صهیب از بلال از حبشه، صهیب از روم، سلمان از فارس، ابوبکر صدیق و عمر فاروق از مکه مکرمه و زندگی می کنند در مدینه منوره. با چی عشقی و با چی محبتی. این درس را می دهد که ای مسلمان ها، به هر قومی که هستید و نژادی که هستید، قومیت شما فقط لتعارفوا، تا اینکه همدیگر را بشناسید، مگر همه شما برادر هستید، همه شما بین همدیگر باید عشق و محبت داشته باشید. در سرزمین عادت اهل او سرزمین این هست که وقتی برادر مسلمان خود را صدا می کنن، من و شما وقتی یک برادر را صدا می کنیم اها، صدا می کنیم یا بالاخره بچه خاله، بچه عمه فلان، ولی او صدا می کند، تو را نمی شناسد، صدا می کند محمد، احمد، عبدالله. هم نام مبارک محمد به زبان هم نام مبارک محمد به زبان می آید، هم نام مبارک احمد به زبان می آید، هم نام مبارک عبد الله، عبدالله. چقدر فرهنگ زیبایی هست، چقدر محبت به بار می آوره که وقتی یک برادر را صدا می کنیم با این نام چقدر خوشش می آید. هر لحظه داخل گوشهایش طنین انداز می شود نام مبارک محمد صلی الله علیه و سلم. بناءً پیام عجز و عاجزی که ای انسان با عبادت خود مغرور نشو، با حج رفتن خود مغرور نشو، با نماز خود مغرور نشو، خلاصه با این عبادتی که در دنیا انجام میدی مغرور نشو. فقط چیزی که به نزد الله ارزش داره عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی هست. به اوج کبریا کس پهلوی عجز است را آنجا، سر موی گرینجا خم شوی بشکن کلا آنجا.